سلام دوستان عزیز، به ایده برتر خوش اومدید. امروز قراره یه آموزش جذاب و کاربردی داشته باشیم. تو روش‌های قدیمی ما پارچه اصلی رو به آستری کوک می‌زدیم که پارچه موقع دوخت حرکت نکنه و کارمون تمیزتر پیش بره. خب این خیلی وقتگیر بود، یعنی که دور تا دور کار رو سوزن می‌زدیم. تو این روش ما از زانفیکس استفاده میکنیم. بهتر زانفیکستون رنگ پارچه مورد نظرتون باشه. زانفیکس رو روی آستری قرار میدیم، پارچه اصلی رو روی آستری قرار میدیم. به کمک بخار اتو زانفیکس ها رو به پارچه اصلی و آستری میچسبونیم. بخار اتو باعث میشه زانفیکس آب بشه و پارچه ها به هم بچسبن. به این کار لمینت کردن میگن که باعث میشه کارتون خیلی سریع پیش بره. دیگه با روش‌های قدیمی خداحافظی کنید. پارچه ها کاملا به هم چسبیدن.